سلام دوستان، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. انشالله حالتون خوب باشه. اومدیم برای توضیح اضافه مشچین. ممنون میشم تا آخر ویدیو همراه ما باشید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیو ما رو لایک کنید. بریم برای توضیح ادراب. لینکش مثل همیشه تو کامنت ها پین میشه، کلیک میکنید وارد تلگرام میشه. ربات رو استارت میکنید، سپس روی گزینه استارت ایردراپ ناو کلیک میکنیم، صبر میکنیم وبسایتش برامون باز بشه، یه ذره زمان میبره. سپس زمانی که صفحه وبسایت باز میشه این پایین چند تا گزینه داره که تک به تک و الان توضیح میدم. قسمت اول قسمت نوده که اگه کلیک کنیم همون قسمتی هست که ما میتونیم استخراج خودمون رو انجام بدیم که اگه روش کلیک کنیم همچین صفحه برامون باز میشه که اگه روی استارت ارنینگ کلیک کنیم ماین ما شروع میشه. هر 2 ساعت باید بیایم سر بزنیم و توکن‌های خودمون رو دریافت کنیم. فقط یه چیزی رو توجه داشته باشید که 2 ساعت دیگه میایم میخوایم دریافت کنیم باید مقداری BNB تو ولت بریزید که ساخت ولت رو الان توضیح میدم آخر ویدیو. اگه دوست دارید این کار رو انجام بدید، یعنی اختیاری این کار، اگه دوست داشتید میتونید BNB واریز کنید و ماین خودتون انجام بدید، یا اینکه فقط از تسکا استفاده کنید که پیشنهاد خودم بیشتر رو تسکا است. با اینکه ایردراپ تیک آبی داره و مورد تایید تلگرامه، ولی بازم تسکا به نظرم بهتره. قسمت بعدی قسمت ارن هستش که اگه کلیک کنیم به همون قسمت تسکا هست که با انجام دادن کارهایی که نوشته شده شما میتونید مقداری حالا BNB یا اینکه سکه خود ایردراپ رو به دست بیارید که کارهای آسونی هم هست، میتونید راحت انجام بدید. تسک هم زیاد داره، یعنی تسک رو انجام بدید بهتره و این دوتا اولی هم که شما میتونید انجام بدید و BNB دریافت کنید و با همین حتی ماین هم انجام بدید. حالا این قسمت هم توضیح میدم که اینجا نیست، قسمت پروفایل با انجام بدید. قسمت بعدی قسمت رفراله که اگه کلیک کنیم ما میتونیم لینک زیر مجموعه گیر خودمون رو دریافت کنیم و به دوستان خودمون معرفی کنیم و در قبال اون مقداری سکه از دوستانمون دریافت کنیم. که اینجا روی گزینه اینوایت افرن کلیک کنیم لینک زیر مجموعه گیری رو به ما میده. قسمت بعدی که قسمت مهمی است قسمت پروفایل که اینجا ما باید یه دونه ثبت نام انجام بدیم که این ثبت نام باعث میشه که کیف پول برای ما ساخته بشه که روی گزینه کانکت کلیک میکنیم، صبر میکنیم وبسایت باز بشه و اینجا 2 تا قسمت داره، یه قسمت لاگینه یه قسمت ساگین آپ که روی این ساگین آپ کلیک میکنیم و اینجا همون قسمت ثبت نام کردنه که قسمت اول نام کاملتون رو وارد کنید، قسمت دوم ایمیل درست باشه، ایمیل رو اشتباه نزنید، قسمت سوم و چهارم پسورد وارد کنید که پسوردها باید یکی باشه هر دوتاش و قسمت آخرم رفرال کده که یه دونه توی کامنت ها قرار میدیم، اگه دوست داشتین وارد کنید این قسمت و همینه، ولی تو کامنت ها هم براتون میذارم. قسمت اینجا هم که تایید میکنید انسان هستید و روی گزینه کانفرم کلیک میکنیم. این قسمت روی گزینه کانفرم کلیک میکنیم و قسمت لاگین وارد میشیم که این قسمت این بالا ایمیل خودتون رو وارد میکنید و قسمت پایینش پسوردی که وارد کردین رو کلیک میکنید و روی این که من انسان هستم کلیک میکنید و کپچرش رو حل میکنید. قسمت آخر روی گزینه لاگین کلیک میکنید و این قسمت برای شما ساخته میشه که همون قسمت پروفایل یا ولت شماست که این پایین اگر روی گزینه ولت کلیک کنیم میتونیم این قسمت BNB واریز کنیم و اینکه تسکا رو که انجام دادیم اگه اینجا مشاهده کنید الان برای ما $1 BNB واریز کرد که فقط میتونیم با این ماین انجام بدیم، یعنی نمیتونیم برداشتش کنیم و همین دیگه. اگه خواستیم میتونید این قسمت هم ولت BNB واریز کنید و قسمت رفرال هم همون قسمتی که رفرال کد وارد کردیم میتونیم از اینجا لینکش رو کپی کنیم و به دوستان خودمون معرفی کنیم و در قبالش مقداری پوینت یا سکه دریافت میکنیم. اینجا هم برمیگردید قسمت پروفایل این بالا روی این گزینه کلیک میکنیم که
برای ما ایمیل ما یه کد 4 رقمی الان میفرسته که ما اینجا وارد میکنیم و ایمیل خودمون رو تایید میکنیم و سپس روی وریفای کد کلیک میکنیم که تایید بشه. صبر میکنیم و اگه نگاه کنید که برای ما تایید شد و این گزینه روی گزینه Go to Task کلیک میکنیم. هم میتونید از همینجا بیاین و تسکش رو کلیم کنید، یعنی BNB رو دریافت کنید، هم میتونید برید از خود ربات دریافت کنید، هیچ فرقی نداره. روی کلیم کلیک میکنیم و دریافت شد و اگه قسمت ولت این پایین رو مشاهده کنیم میبینیم که الان انقدر BNB داریم که میتونیم باش ماین خودمون رو انجام بدیم. قسمت دیگه نمیمونه که توضیح نده باشم. این قسمت فقط قسمت مجانش یا تسک هایی که BNB میده از همون قسمت ماین رو انجام بدید، یعنی هر چقدر دارید دیگه بعدش نمیخواد واریز کنید. نظر شخصی من اگه دوست داشتید میتونید واریز کنید، ولی خب اینجا انا خب نزدیک $4 خورده BNB داده، میتونید با همین برید ماین خودتون رو انجام بدید و سکه بازی رو به دست بیارید. همین و قسمت تسک ها و رفرال هم میتونید پوینت یا سکه بازی بیشتری دریافت کنید. همین قسمت دیگه نمیمونه که توضیح نداده باشم. ممنونم که تا اینجا ویدیو مشاهده کردید. ممنون میشم چنل ما رو سابسکرایب کنید و ویدیو ما رو لایک کنید. تا ویدیوهای بعدی مراقب خودتون باشید.